راز جهان. لیزا نیکولز. اشخاص میل دارند به چیزی که میخواهند نگاه بیاندازند و بگویند بله، آن را دوست میدارم، آن را میخواهم، و با این حال با آنچه نمیخواهند نگاه میکنند و با صرف همان مقدار انرژی و یا بیشتر میگویند که آن را نمیخواهند. ما در جامعه خود عادت کردیم که با همه چیز بجنگیم. جنگ با سرطان، جنگ با فقر، جنگ بر ضد جنگ، جنگ با مواد مخدر، جنگ با تروریسم، جنگ ضد خشونت. ما با آنچه نمیخواهیم می جنگیم که این جنگ بیشتری به همراه می آورد. هیل دیوسکین، معلم و نویسنده کتاب روش سدانه. روی هر چی دقیق شویم همان را می آفریم. برای مثال اگر براستی از چیز عصبانی باشیم، انرژی خود را با آن اضافه می کنیم. به خود فشار می آوریم و این مقاومتی بیشتری را تولید می کند. در برابر هر چی مقاومت کنید بیشتر دوام می آورد. کارل گوستاو یونگ. باب دوویل. دلیل این که در برابر هر چی مقاومت کنید دوام می آورد این است که وقتی در برابر چیز مقاومت می کنید در واقع می گوید نه، من این را نمی خواهم، زیرا به من این احساس را که دارم می دهد. در واقع می گوید من این احساس را دوست نمی دارم. در نتیجه این احساس به جانب شما هجوم می آورد. مقاومت در برابر هر چیز به مانند تغییر دادن تصویرهای بیرونی بعد از آگاه شدن از آنهاست. اقدام بیهوده است. باید به درون خود مراجعه کنید و علامت نوی بدهید تا تصویری نوی شکل بگیرد. جک کانفیلد. جنبش ضد جنگ بیشتری تولید می کند. جنبش ضد مواد مخدری بیشتری تولید کرده است. سببش این است که به آنچه نمی خواهیم توجه می کنیم. لیزا نیکولز. اشخاص معتقدند اگر براستی می خواهیم چیزی را جذب کنیم باید روی آن دقیق شویم. تا چه اندازه به نظرمان می رسد که همه انرژی خود را روی مسئله خاص صرف کنیم، اما با موضوعهای مانند باور، عشق، زندگی با دارایی و فراوانی، آموزش یا سال دقیق نمی شویم. جک کانفیلد. مادر ترزا زن بیکم و کاس بود. او می گفت من هرگز در راهپیمایی‌های ضد جنگ شرکت نمی کنم. اگر برای صلح راهپیمایی داشته باشید ما را هم دعوت کنید. او راز را درک می کرد. هیل دوسکین. بنابراین اگر شما ضد جنگ هستید به جای آن موافق صلح باشید. اگر ضد گرسنگی هستید موافق آن باشید که مردم چیزهای بیشتری برای خوردن پیدا کنند. همه چیز این جهان با یک اندیشه شروع شده است. چیزهای بزرگتر باز هم بزرگتر می شوند، زیرا افراد بیشتری روی آنها دقیق می گردند. اگر ذهنمان را از آنها دور کنیم و در عوض روی عشق دقیق شویم می توانند وجود نداشته باشند، دور می شوند و به هوا می روند. به خاطر داشته باشید و این یکی از دشوارترین و در برابر این جالبترین نکته است که می توانید به آن آگاهی پیدا کنید. توجه داشته باشید که به توجه به نوع دشواری، به توجه به جایگاه دشواری و این که هر کسی تحت تأثیر آن قرار می گیرد کسی جز شما بیمار نیست. یگانه کاری که باید بکنید باور کنانیدن خود به حقیقت است که می خواهید آشکار گردد. چارلز هایل. جک کانفیلد. دشواری ندارد به آن چیزی که نمی خواهید دقت کنید، زیرا نقطه مقابل چیزی است که در حقیقت می خواهید. اما حقیقت این است که هر چی بیشتر و چیزی که نمی خواهید دقیق شوید، هر چی بیشتر درباره بد بودنش حرف بزنید، هر چی بیشتر دربارش مطلب بخوانید و به این نتیجه برسید که چقدر بد و وحشتناک است، آن را بیشتر ایجاد میکنید. نمی توانید با دقت کردن به منفی ها به دنیا کمک کنید. وقتی به حوادث منفی جهان نگاه میکنید نه تنها بر میزان آنها می افزایید بلکه منفیت های بیشتری را به زندگی خود راه می دهید. وقتی تصویرهای چیزی که نمی خواهید به ذهنتان راه پیدا می کند کوشش کنید پیام ها و علامت های نو بدهید. به فراوانی ها و دارایی ها توجه کنید. به چیزهایی که می خواهید دقیق شوید. جیمز رای. بارها شده است که اشخاص به من می گویند جیمز من باید آگاهی پیدا کنم. شاید لازم است که آگاه شوید اما مجبور نیستید در آن غرق شوید.
من وقتی راز را کشف کردم تصمیم گرفتم به برنامه‌های خبری گوش ندهم و روزنامه‌ها را نخوانم، زیرا به من احساس خوب نمیداد. برنامه‌های خبری و روزنامه‌ها نباید به خاطر درج خبرهای بد سرزنش شوند. ما همچون جامعه جهانی نسبت به این خبرها مسئولیم. وقتی عنوان روزنامه از حادثه تأسف‌بار خبر می‌دهد، بیشتر آن روزنامه را خریداری می‌کنیم. وقتی فاجعه و مصیبت در سطح ملی و بین‌المللی صورت خارجی پیدا می‌کند، شبکه‌های خبری طرفداران بیشتری پیدا می‌کنند. بنابراین روزنامه‌ها و برنامه‌های خبری از آن جهت به ما خبرهای بد می‌دهند که ما همچون جامعه خواستار آن هستیم. رسانه‌ها سبب هستند، ما نتیجه. این همان قانون جذب است که در عمل پیدا می‌شود. اگر علامتی نوی بدهیم و روی آن چی می‌خواهیم دقیق شویم، روزنامه‌ها و برنامه‌های خبری در خبرهایشان تجدید نظر می‌کنند. مایکل برنارد بکبیت: بیاموزید که آرام باشید، به آنچه نمی‌خواهید فکر نکنید، توجه خود را به آنچه تجربه می‌کنید رها نکنید. انرژی به جای می‌رود که توجه به آنجا می‌رود. درست فکر کنید تا اندیشه‌هایتان دنیای گرسنه را غذا دهند. بونو. دکتر جان دماراتین: همیشه میگویم وقتی صدای و بینش در درونتان بلندتر و شفافتر از عقیده‌های و نظرهای بیرونی می‌شود، شما بر زندگی خود غالب می‌گردید. لیزا نیکولز: کار شما تغییر دادن دنیا و یا مردم اطرافتان نیست. کار شما این است که با جریان درون عالم هستی همراه شوید و آن را در جهانی که وجود دارد جشن بگیرید. عالمی هستی پر از نعمت است. دکتر جو ویتل: یکی از سوالهایی که بسیار وقت از من می شود این است که اگر همه از راز استفاده کنند و اگر همه به عالم هستی به شکل یک کاتالوگ رفتار کنند، دنیا چیزی کم نمی آورد؟ بانک ها خالی نمی شوند؟ مایکل برنارد بکبیت: نکته جالب درباره آموزش راز این است که عالم هستی بیش از آنچه همه اشخاص بخواهند پر از نعمت است. دروغی هست که مانند ویروس مغز بشریت را میخورد و آن دروغ این است: به اندازه کافی در این دنیا وجود ندارد. کمبود و محدودیت وجود دارد. همه چیز به اندازه کافی یافت نمی شود. این دروغ سبب شده است که مردم در ترس و هراس بخیلی روزگار بگذرانند. همین طور دنیا با واهمه روبرو شده است. واقعیت این است که بیش از حدی نیاز مردم وجود دارد. افکار آفریننده بیش از حدی لازم وجود دارد. قدرت بیش از حدی نیاز وجود دارد. عشق بیش از اندازه وجود دارد. لذت و شادی بیش از حدی کفایت وجود دارد. همه اینها نصیبی کسی می شود که ذهنش از طبیعتی به انتها آگاهی داشته باشد. فکر کردن به این که به اندازه کافی وجود ندارد به معنای نگاه کردن به تصویرهای بیرونی و رسیدن به این باور است که همه چیز از بیرون حاصل می شود. با این دیدگاه حتما احساس کمبود و محدودیت می کنید. هیچ چیز از بیرون حاصل نمی شود. همه چیز از اندیشه و احساس درون به وجود می آید. ذهن شما نیروی آفریننده همه چیز هاست. از این رو چگونه ممکن است که کمبودی وجود داشته باشد؟ غیر ممکن است. توازن فکر کردن شما نامحدود است. بنابراین چیزهایی که می توانید فکری وجود داشتنشان را بکنید نیز نامحدود است. وقتی دقیقاً این را بدانید با ذهن فکر می کنید که از طبیعتی به انتهای خود آگاه است. جیمز رای: هر معلمی بزرگی که تاکنون پا به این سیاره خاکی گذاشته است به شما گفته است که زندگی موافق قانونش باید پر از نعمت و فراوانی باشد. جوهر این قانون حکم میکند که درباره پری و فراوانی فکر کنید. دارایی را ببینید، فراوانی را احساس کنید، فراوانی را باور داشته باشید. اجازه ندهید که اندیشه محدودیت به ذهن شما راه پیدا کند. رابرت کولبر. جان آسارف: وقتی احساس میکنیم که کمبودی وجود دارد و منبع‌های نوی برمیخوریم تا به هدفهای خود برسیم. دکتر جان دماراتین: وقتی میگوییم کمبودهای داریم سببش این است که چشمانمان را به اندازه کافی باز نمی کنیم تا آنچه را در پیرامونمان وجود دارد ببینیم.
دکتر جویلتون میداند که مردم وقتی تحت تأثیر خواسته های دلشان و دنبال آنچه میخواهند روان میشوند، همه یک چیز را نمیخواهند. این زیبایی طلب است. همه ما اتومبیلی BMW نمیخواهیم. همه ما خواهان یک شخص نیستیم. همه ما تجربه یک خیل را نمیخواهیم. همه ما یک نوع لباس را نمیخواهیم. شما در این سیاره زیبا و شکوهمند زندگی میکنید. میتوانید از قدرتی فراوان بهره بگیرید و زندگی خود را آفرید. محدودیت در اجرای آنچه میتوانید برای خود آفرید وجود ندارد، زیرا توانایی شما برای فکر کردن نامحدود است. اما نمیتوانید زندگی دیگران را برای آنها آفرید. نمیتوانید با جای آنها فکر کنید و اگر بخواهید عقیده های خود را به زور به آنها بار کنید، تنها نیروهای مانند را به خود جذب میکنید. از این رو بگذارید دیگران هم زندگی دلخواهشان را آفرند. مایکل برنارد بکبیت. برای همه به اندازه کافی وجود دارد. اگر این را باور کنید، اگر بتوانید این را ببینید، اگر بر اساس آن رفتار کنید، این فراوانی را تجربه میکنید. این حقیقت است. اگر با کمبود روبرو هستید، اگر در معرض و فقر و بیماری قرار دارید، سببش این است که برداشت درستی از قدرت خود ندارید. مسئله این نیست که عالمی هستی به شما چی میدهد. کائنات به همه چیز را میدهد. در این شک نکنید. رابرت کولبر. کائنات از طریق قانون جذب همه چیز را به همه کس میدهد. شما از این توانمندی برخوردارید که آنچه را میخواهید تجربه کنید، انتخاب نمایید. میخواهید که برای شما و برای دیگران همه چیز به قدر کافی وجود داشته باشد؟ پس بدانید که همه چیز در فراوانی وجود دارد. موجودیت همه چیز نامحدود است. به اندازه کافی زیبایی وجود دارد. همه ما میتوانیم به کمک اندیشه و احساس به عرصه به انتهای کائنات دست پیدا کنیم و آن را تجربه نماییم. بنابراین برای خودتان انتخاب کنید، زیرا شما یگانه کسی هستید که میتوانید این کار را بکنید. لیزا نیکولز. هر آنچه میخواهید، همه شادی ها، عشق ها، فراوانی ها و موفقیت ها در عالم هستی وجود دارد و انتظاری شما را میکشد. باید برای به دست آوردنشان احساس گرسنگی کنید. باید اراده کنید. وقتی برای آنچه میخواهید به دست آورید اشتیاق کافی پیدا کردید، عالمی هستی آنچه را میخواهید در اختیارتان قرار میدهد. زیبایی و شگفتی آنچه را که در پیرامونتان قرار دارد لمس و تجربه کنید. در مقام تعریف و تحسینشان حرف بزنید. انرژی خود را صرف گیله و شکایت نکنید. آنچه را که میخواهید در اختیار بگیرید تا از آن به مقدار بیشتری نصیب ببرید. سخنان چاره‌گرانه لیزا که شما را به تحسین کردن آنچه در پیرامونتان وجود دارد توصیه میکند به طلا میارزد. وقتی در مقام تحسین و آفرین حرف میزنید، در بالاترین بسامد عشق قرار میگیرید. تعریف و حق شناسی همه جنبه های منفی را از میان میبردارد. از این رو حتی دشمنان خود را تعریف کنید. اگر دشمنانتان را نفرین کنید، این نفرین به سوی خود شما باز میگردد. تعریف و تحسین کردن آنها هم به سوی خود شما باز میگردد. وقتی دیگران را تعریف میکنید، اوج میگیرند و در بسامد جدید قرار میگیرند و در جواب احساس خوب به شما دست میدهد. دکتر دنیس ویتلی. اکثر راهبران گذشته این نکته مهم راز را درک نمی کردند که همانا نیرو دارند و سهم گذاشتن به دیگران است. اکنون بهترین زمان زندگی کردن در تمام طول تاریخ است. اولین بار است که توانستیم دانش را در سری انگشتان خود به خدمت بگیریم. با این دانش به آگاهی میرسید. آگاهی از جهان و آگاهی از خودتان. بیشترین برداشت و علم و آگاهی من از راز از تعلیمات رابرت کولبر، مالفورد، چارلز انیلو و مایک برنارد بیکوین سرچشمه گرفتند. با این درک و آگاهی و آزادی کامل رسیدم. صمیمانه امیدوارم که شما هم به این سطح آزادی برسید. اگر بتوانید به این نائل شوید، از راهی حضور و قدرت افکارتان بیشتر بهره را به عالمی هستی و آینده بنی آدم می دهید. خلاصه راز: در برابر آنچه مقاومت کنید، همان را به خود جذب می کنید. زیرا قدرتمندانه با احساسات خود روی آن متمرکز می شوید. برای تغییر دادن هر چیز به درون خود
مراجعه کنید و با اندیشه و احساس خود علامتی نوی به عالم هستی بدهید. نمی توانید با دقت شدن روی جنبه‌های منفی به کائنات کمک کنید. وقتی به حادثه منفی زندگی توجه میکنید، نه تنها بر این جنبه‌های منفی می‌افزایید، بلکه به جنبه‌های منفی زندگی خودتان هم چیز اضافه میکنید. به جای اینکه به مسائل جهان توجه کنید، به باوری، عشق، فراوانی، تحصیل و صلح بیاندیشید. چیزهای خوبی زندگی هرگز تمام نمی‌شوند. برای همه بیش از حدی نیازشان هست. زندگی باید سرشار باشد. شما از این توانایی برخوردارید که با کمک اندیشه و احساسات از منبع‌های نامحدود زندگی بهره بگیرید. در مقام تحسین و حق شناسی آنچه در دنیا وجود دارد حرف بزنید. با این راه منفی ها را از میان بر می دارید و خود را با بالاترین بسامت ها یعنی عشق همخوان سازید. راز شما. دکتر جان هولگین. وقتی به اطراف خود نگاه میکنیم، حتی وقتی به بدنمان دقیق میشویم، آنچه میبینیم فقط نوک کوه یخ است. باب پروکتور. لحظه به این موضوع فکر کنید. به دستتان نگاه کنید. سخت و محکم به نظر میرسد، اما در واقع این طور نیست. اگر آن را زیر میکروسکوپی قوی قرار بدهید، یک توده انرژی واقعی را مشاهده میکنید. جان آسورف. همه چیز فقط از یک ماده تشکیل دهنده ساخته شده است، خواه دستی شما باشد، خواه اقیانوس یا ستاره. دکتر بن جانسون. همه چیز انرژی است. اجازه بدهید کمی در این خصوص شرح بدهم. ما با عالم هستی، کهکشان خود، سیاره‌ای که در آن زندگی میکنیم، شخصان و بالاخره در درون خود با اندامها و سپس حجره‌ها، مولکول‌ها و اتم‌ها روبرو هستیم. بعد از همه اینها نوبت انرژی میرسد. بنابراین سطح‌های بیشمار وجود دارند که میتوانیم به آنها فکر کنیم، اما همه چیز در عالم هستی انرژی است. من وقتی راز را کشف کردم، میخواستم بدانم که کدام علم و کدام فیزیک را میتوان در حوزه این آگاهی درک کرد. آنچه با آن آگاهی پیدا کردم براستی حیرت انگیز بود. یکی از جالبترین موضوعهای مربوط به زندگی در این زمانه این است که کشفیات فیزیکی کوانتی و علم جدید با تعلیمات راز هماهنگی کامل دارند و این همان چیزی است که همه معلمان بزرگ تاریخ به آن پی برده بودند. من هرگز در مکتب درس علم‌های دقیق یا فیزیک را نخواندم، اما وقتی کتاب‌های مرکب فیزیک کوانتی را مطالعه کردم، آنها را به آسانی درک کردم، زیرا می‌خواستم چنین درکی پیدا کنم. مطالعه فیزیک کوانتی به من کمک کرد که در سطح انرژی درک عمیق‌تری از راز به دست آورم. اجازه دهید برایتان شرح دهم که چرا شما قدرتمندترین برج فرستنده عالم هستی هستید. به زبان ساده، انرژی در بسامد لرزش پیدا می کند. شما هم که انرژی هستید، در بسامدی مخصوص به لرزش می آید. آنچه بسامد شما را در هر زمان مشخص می سازد، اندیشه و احساس شما در آن لحظه است. آنچه شما می خواهید از انرژی ساخته شده است، آن هم لرزش خود را دارد. همه چیز انرژی است. وقتی به آنچه می خواهید فکر می کنید و این بسامد را از خود خارج می نمایید، سبب می شود که انرژی آنچه می خواهید در آن بسامد به لرزش آید و این لرزش را به خود راه می دهید. وقتی روی آنچه می خواهید دقیق می شود، لرزش اتم های آن را تغییر می دهید و سبب می شود که برای شما به لرزش آید. سبب این که شما قدرتمندترین برج انتقال عالم هستی هستید این است که به شما قدرت داده شده که انرژی خود را از راه افکارتان متمرکز سازید و لرزش آنچه را که روی آن دقیق شده تغییر دهید تا این لرزش به شما برسد. وقتی به خبرهای خوبی که می خواهید فکر می کنید، زود خود را با آن بسامد هماهنگ می سازید. در نتیجه سبب می شود انرژی همه آنها برای شما به لرزش آید و در زندگی شما پدیدار گردد. قانون جذب می گوید چیزهای مانند یکدیگر را جذب می کنند. شما آهنربای انرژی هستید، بنابراین همه انرژی ها را به سمت خود می کشید. چارلز هاندل.
تقریباً 100 سال قبل به آگاهی از همه کشفیات 100 سال گذشته از طرز کار عالم هستی خبر داشت. ذهن کائنات نه تنها هوشمند است بلکه دارای جوهر است و این جوهر نیروی جذب کننده است که الکترون ها را بر اساس قانون جذب کنار هم قرار می دهد تا اتم ها شکل بگیرند. به حکم همین قانون اتم ها کنار هم قرار می گیرند تا مولکول ها ساخته شوند. مولکول ها شکل های عینی پیدا می کنند و بنابر این متوجه می شویم که قانون نیروی آفرنده در پس هر آن چیزی است که صورت خارجی دارد. نه تنها اتم ها بلکه جهان، عالم هستی و هر آن چیز ذهن بتواند تصور کند. چارلز هایل. باب پروکتور. مهم نیست در چه شهر زندگی میکنید، شما نیروی کافی در بدن خود دارید تا تمام شهر را به مدت 1 هفته روشن کنید. برای اینکه از این نیرو درک بهتری داشته باشید، تصور کنید که شما سیم ناقل زندگی هستید. عالم هستی سیم ناقل زندگی است. عالم هستی به اندازه کافی نیرو دارد تا به همه موقعیت‌های زندگی همه مردم خدمت کند. ذهن فرد وقتی عالم ذهنی هستی را لمس می‌کند، تمام نیروهای آن را جذب خود می‌سازد. جیمز رای. اکثری اشخاص خود را با جسم محدودشان تعریف می‌کنند، اما شما جسم محدود نیستید. حتی با میکروسکوپ هم می‌توانید که شما یک میدان انرژی هستید. آنچه در مورد انرژی می‌دانیم این گونه است. نزد یک متخصص فیزیکی کوانتی بروید و از او بپرسید دنیا از چی ساخته شده است؟ در جوابتان خواهد گفت از انرژی. بسیار خوب انرژی را توصیف کنید. خوب، انرژی چیزی نیست که بتوان آن را ایجاد کرد یا از بین برد. همیشه بوده است و همیشه هم خواهد بود. آنچه همیشه وجود داشته است همیشه وجود خواهد داشت. حالا به یک عالم روحانی مراجعه میکنید و از او بپرسید عالم هستی را چی کسی خلق کرده است؟ در جوابتان خواهد گفت خداوند. بسیار خوب، خداوند را توصیف کنید. خداوند همیشه بوده است و همیشه هم خواهد بود. هرگز خلق نمی شود و هرگز از بین نمی رود. همیشه بوده است و همیشه خواهد بود. همانطور که می بینید توصیف مانند است که از کلمه های گوناگون برای بیان آن استفاده شده است. بنابراین اگر فکر میکنید جسمی هستید که از گوشت ساخته شده است و به هر سمت می رود، در باور خود تجدید نظر کنید. شما موجود معنوی هستید. شما میدان انرژی هستید که در میدان انرژی بزرگتر فعالیت میکنید. چگونه میتوانید به انسان معنوی تبدیل شوید؟ برای من پاسخ دادن به این سوال یکی از مهمترین تعلیمات راز است. شما انرژی هستید و انرژی را نمیتوان ایجاد نمود یا از بین برد. انرژی صرفاً شکل عوض میکند. معنایش این است که شما آن انرژی هستید. هرگز نمیتوانید وجود نداشته باشید. شما در قعر وجودی خود این را میدانید. میتوانید تصورش را بکنید که وجود نداشته باشید. با عکس همه چیزهایی که در زندگی تجربه کرده اید، میتوانید تصورش را بکنید که وجود نداشته باشید؟ نه، نمیتوانید چنین تصوری داشته باشید، زیرا غیر ممکن است. شما انرژی جاویدانه هستید. ذهن جهانی. دکتر جان هولگی. مکانیک کوانتی این را تصدیق می کند و کیهان شناسی کوانتی این را درست می داند که دنیا در اصل از اندیشه ساخته شده است. آنچه پیرامون ماست حاصل یک اندیشه است. ما در نهایت منبع عالم هستی هستیم و وقتی این نیرو را وابسته تجربه کردیم و شناختیم، می توانیم اقتدار و اختیار خود را به کار بریم و بیشتر و باز هم بیشتر به دست آوریم. آنچه را می خواهید ایجاد کنید، همه چیز را از درون میدان آگاهی بشناسید که در نهایت چیز جز آگاهی کائنات نیست که عالمی هستی را درست کرده است. بنابراین وابسته به اینکه چگونه از این نیرو استفاده میکنیم، به طور مثبت یا منفی سلامتی و پیرامون خود را شکل میدهیم. ما نه تنها سرنوشت خود را خلق میکنیم، بلکه در نهایت سرنوشت عالم هستی را رقم میزنیم. ما آفرنده عالم هستی هستیم. بنابراین محدودیت در کار نیست. توانمندی بالقوه انسان نامحدود است. همه چیز بستگی
به این دارد که از این دنیا چی درک و برداشته داریم که این هم به سطح فکر ما برمیگردد. بعضی از بزرگترین دانشمندان و معلمان تاریخ عالم هستی را به مانند دکتر هاگلین تعریف کردند. آنها گفتند آنچه وجود دارد ذهن جهانی است و جایی نیست که این ذهن جهانی در آن وجود نداشته باشد. در همه جا وجود دارد. این ذهن یگانه همش خوش و فراست است، همش ادراک و کمال است. در آن واحد در همه چیز و همه جا هست. اگر همه چیز ذهن جهانی است و اگر همه چیزی آن در همه جا وجود دارد، نتیجه میگیریم که همه آن در شما جلوه‌گر است. اجازه بدهید کمی بیشتر شرح بدهم. معنایش این است که هر امکان پیشکی وجود دارد. همه دانش‌ها، همه کشفیات و همه اختراع‌های به آینده علاقمند در ذهن عالم هستی وجود دارند و منتظرند که انسان‌ها آنها را کشف کنند. هر اختراع و کشفی که در طول تاریخ صورت گرفته است از ذهن عالم هستی سرچشمه گرفته است، خواه این را بدانیم خواه ندانیم. اما شما چگونه از آن بهره برداری میکنید؟ این کار را با راه آگاهی که از آن دارید انجام میدهید. این کار را با استفاده از قدرت شگفت انگیز و آفرینده خود انجام میدهید. به اطراف خود و نیازهایی که باید برآورده شوند فکر کنید. به نیازها توجه کنید و بعد تصور کنید که این نیازها برآورده شدند. ذهن عالمی هستی این امکان را به شما میدهد. کافی است که ذهن خود را برای نتیجه نهایی بگشایید و تصور کنید که نیاز را برطرف می‌سازد و به آن صورت واقعیت می‌بخشید. وقتی طلب می‌کنید و احساس و باور می‌کنید، دریافت کننده می‌شوید. افکار به انتها انتظاری شما را می‌کشند تا صورتی واقعیت پیدا کنند. همه چیز در آگاهی شما وجود دارد. ذهن الهی یگانه حقیقت است که وجود دارد. چارلز فیلمور. جان آساروف. همه ما با هم در رابطه هستیم. تنها به این دقت نمی دهیم. چیزی وجود ندارد که با چیزهای دیگر رابطه نداشته باشد. همه چیز در عالم هستی با هم در ارتباط است. تنها یک میدان انرژی وجود دارد. بنابراین به هر طریقی که به آن نگاه کنید به یک نتیجه می رسید. ما همه یک هستیم. همه با هم در پیوند و ارتباطیم. همه ما بخش از یک میدان انرژی، یک ذهن عالی، یک آگاهی و یا یک منبع آفرنده هستیم. نامش را هر چی می خواهید بگذارید. اگر این گونه به قانون جذب نگاه کنید، آن را در حد کمال مطلق می بینید. در این صورت متوجه می شوید که چرا وقتی در باره کسی فکری منفی می کنید، نتیجهش به خود شما باز می گردد. همه ما یکی هستیم. شما نمی توانید آسیب ببینید مگر آنکه خودتان این آسیب را به وجود آورید. شما امکان انتخاب دارید، اما وقتی افکار منفی را به ذهن خود راه می دهید، وقتی احساسات منفی پیدا می کنید، خود را از آن وجود یگانه و همه خوبی ها دور می سازید. اگر به احساسات منفی موجود فکر کنید، خواهید دید که زیربنای همه آن ترس است. این ترس سرچشمه میگیرد از اندیشه خود را از دیگران جدای و دیگر دیدن. رقابت نمونه از جدایی است. وقتی فکر رقابت به سرتان میزند، دانید این از ذهنیت است که به کمبود فکر میکند. این گونه میگوید که همه چیز به قدر کافی وجود ندارد. میگوید همه چیز برای همه به قدر کافی یافت نمی شود. بنابراین برای رسیدن به آنچه میخواهیم باید رقابت نکنیم. وقتی رقابت میکنید امکان پیروزی ندارید. حتی اگر فکر کنید که برنده شده اید، برنده نشده اید. به حکم قانون جذب وقتی با دیگران رقابت میکنید، زمینه فراهم میسازید تا آنها هم با شما رقابت کنند و در نهایت شما برنده میشوید. همه ما یکی هستیم. بنابراین وقتی رقابت میکنید با خودتان رقابت میکنید. باید فکر رقابت را از ذهنتان بیرون کنید و به ذهنی آفرنده تبدیل شوید. تنها به آرزوها و دیدگاه‌های خود بیاندیشید و فکر رقابت را از سرتان بیرون کنید. عالم هستی پیشنهاد کننده همه چیز است. همه چیز از عالم هستی پراکنده شده از طریق ابزار و احوال
و حادثه ها به شما انتقال می‌یابند. اساسی همه اینها قانون جذب است. قانون جذب را قانون پیشنهاد بدانید. این قانون است که به شما امکان می‌دهد از پیشنهادهای به انتها بهره بردارید. آنچه را شما می‌خواهید به شما دیگران نمی‌دهند. اگر این باوری غلط را داشته باشید، کمبودها و نبودها را تجربه می‌کنید، زیرا به دیگران و به دنیای بیرون نظر می‌کنید و خواسته های خود را از آنها طلب می‌کنید. منبع پیشنهاد واقعی میدانی به چشم ناعیان است. می‌توانید نامش را عالم هستی، ذهن عالی یا پروردگار بگذارید. هرگاه چیزی به دست می آورید بدانید که این از طریق قانون جذب امکان پذیر شده است. شما به خواسته خود رسیده اید چون در بسامد مناسب دریافت قرار گرفته اید. لیزا نیکلز. اکثری ما تحت تاثیر آنچه آن را جسم و وجود مادی می دانیم از راه بیرون می شویم. جسم روان را در بر می گیرد، اما روان شما به اندازه بزرگ است که یک خانه را پر کند. شما زندگی جاودانه هستید. شما دم خداوند در قالب جسم مادی هستید. مایکل برنارد بکبیت. می توانیم بگوییم که ما تصویری خداوندی روی زمین هستیم. می توانیم بگوییم ما روش دیگری هستیم. برای اینکه عالم هستی از خود آگاهی پیدا کند، می توانیم بگوییم ما میدانی به انتهای همه امکانهای تمام ناشدنی هستیم. 99% وجود واقعی شما به چشم نانمایان و لمس نشونده است. باکمینتر فول. جیمز رای. هر سینیتی به شما میگوید که شما در داخل تصویری منبع آفرندگی آفریده شده اید. این به آن معناست که از توانمندی های خداگونه برخوردارید، از قدرت آن بهره دارید تا دنیایتان را بسازید. شاید تا کنون چیزهای جالبی آفریده باشد، شاید هم ناآفریده باشد. سوالی که میخواهم از شما بکنم این است: نتیجه هایی که در زندگی به دست آورده اید همان چیزهایی است که خواهانش بوده اید؟ اگر جوابتان منفی است، زمان آن نرسیده است که تغییرات در کارتان دهید. شما این قدرت را دارید که چون این کار بکنید. همه قدرت ها از درون به وجود آمده اند، بنابراین تحت اختیار هستند. رابرت کولرک.